این داستان شامل چندین قسمت می باشد. قسمت دوم. توی عالم خودم بودم که شنیدم یه خانومی بهم گفت ببینم انگشتر رو چی کار کردی؟ سرمو برگردوندم و دیدم یه زنی اومده قسمت مردونه و دقیقاً روبروم نشسته. دهنم از تعجب باز موند. خانومه که کوتاه و گوشتالو بود و یک جفت چشم آبی داشت عین تیله و صورتشم گرد بود و لبهاشم سرخ و سفید و گلمبه بودن. بهم گفت هیچی نگو، اینجا جز تو کسی منو نمیبینه و اگه با هم حرف بزنی مردم خیال میکنن خل شدی. فقط حواستو خوب جمع کن و گوشت با من باشه. حالیت شد؟ سرمو تکون دادم. یعنی آره. یه ذره هول برم داشته بود ولی باورم نمیشد غیر از من هیچکی دیگه نمیبیندش. یه نگاه به بقیه مسافرها انداختم. کسی حواسش به اون نبود. پیش خودم گفتم لابد نمیبیننش وگرنه مگه میشه یه زن بیاد قسمت مردونه و محض نمونه یه نفرم بهش توجه نکنه. خانومه مثل معلما حرف میزد. گفت انگشتری که دیشب از انگشت اون مرد در آوردی انگشتر بلنیاسه که واسه ما خیلی با ارزشه. از خیلی قدیما گم شده بود. اگه اونو به من بدی هر چی عوضش بخوای بهت میدم. اهل معامله هستی؟ با سر تکون دادم یعنی آره. خب پس حاضری همین الان انگشتر رو به من بدی و پاداشتو بگیری؟ یه جور دیگه سر تکون دادم یعنی نه. پرسید چرا نه؟ جواب دادم واسه این که انگشتر الان پیشم نیست. به هم تشر زد. مگه بهت نگفتم حرف نزنی؟ پرسیدم پس چجوری جواب تو بدم؟ عصبانی شد و به هم توپید. باز که حرف زدی؟ همون موقع اتوبوس جلوی راه آهن نیگر داشت. بدجور ترش کرده بودم و کفری شده بودم. هیچ خوش نداشتم زن جماعت با هم تند حرف بزنه. یهو از جام بلند شدم و پریدم بیرون. به یک آقایی تنم زدم که نفهمیدم. برگشت و بهم بد و بیراه گفت. خانومم پشت سرم پیاده شد و پا به پام دنبالم راه افتاد. خودمم نمیدونستم کدوم طرف میخوام برم. پرسید حالا چرا ناراحت شدی؟ شما آدما گاهی خیلی زود رنج میشین. بعضی وقتا هم پوستتون از پوست کرگدن کلفتره. بعد از این همه سال هنوز از کاراتون سر در نمیارم. جوابشو ندادم که باهاش دهن به دهن نشم. گفت برو توی یه کوچه خلوت تا راحت حرفامونو بزنیم. اخماتو هم باز کن. راستی اسم من شوکت الملوکه ولی به هم میگن شوکت. چون هنوز سرسنگین بودم چیزی نگفتم و پیچیدم توی دومین کوچه. فوری رفت سر اصل مطلب. صادقانه بهت بگم انگشتر بلنیاس واسه ما نعمته و واسه آدما مصیبت. اگه پیش من باشه سفید بختم میکنه ولی برای تو از هر بلایی بدتره. پس عاقل باش و عوض یک پاداش خوب انگشتر رو به من بده. اینجوری هم به نون و نوایی میرسی هم از خطر هولناک خلاص میشی. راستی اسمت چیه؟ عصبانی شدم و صدامو بلند کردم. یه بار که بهت گفتم انگشتر پیش من نیست. دادمش به یکی واسم بفروشه. اسم منم کماله. اما حرف توی کلش نمی رفت و باورش نمی شد راست بگم. فکر کرد اگه دلمو به رحم بیاره فوری دست می کنم تو جیبم و چیزی که می خواد بهش میدم. با التماس گفت من همه امیدم به این انگشتره. اگه به دست بیارمش
بخت و بالین خوبی نصیبم میشه، وگرنه آخر سر میترشم و مجرد کنج خونه میمونم. ماها یه ضرب المثل داریم که میگه دختر که گذشت از 200 باید به حالش گریست. از تعجب 4 شاخ موندم و پرسیدم یعنی تو سنت از 200 سال بیشتره؟ مثل دخترای 14 ساله خجالتی سرخ و سفید شد و سرشو انداخت پایین و گفت خیلی نه، فقط 40-50 سال. هول زده گفتم نکنه جزو از ما بهترون باشی. شوکت چنان بهم چشم قره رفت که اگه یکی دیگه جای من بود از ترس پس می افتاد. خیلی عصبانی گفت کسی حق نداره راجع به نسل و نژاد ما کنجکاوی نشون بده و پرسجو کنه. این دفعه حرمتتو نگه داشتم و نگفتم فضولی موقوف که یه وقت به تریج قباط بر نخور و دوباره قهر نکنی. اما دیگه نشنوم از این چیزا بپرسی. فقط اینو بدون که من از جنس آدمیزاد نیستم. راستش به فهمی نفهمی ماستا رو کیسه کردم. حسن خوب شوکت این بود که زود خوش اخلاق می شد. یه دقیقه بعدش انگار نه انگار اتفاقی افتاده باشه. با خنده گفت خب برگردیم سر معاملمون. کسی که انگشتر رو بهش دادی بفروشه قراره چقدر بابتش بهت پول بده؟ زرنگ بازی در آوردم و گفتم 10 میلیون. شوکت فوری گفت من 2 برابرشو بهت میدم، اونم طلا. همین الان برو انگشتر رو ازش پس بگیر. یه ذره دست پاچه شدم و جواب دادم الان که نمیشه، نمیدونم کجا گیرش بیارم، فردا اول صبح میرم سراغش. شوکت گفت باشه، فردا ساعت 10 صبح دم ایستگاه منتظرتم. انگشتر رو بیار و طلاها رو بگیر و برو خوش باش. قبوله؟ یه نگاه به صورت شوکت انداختم. دیدم فوقش 30 ساله به نظر میاد. بعد یاد حرفاش افتادم. یهو به نظرم اومد همه چیز چاخان بازیه. مخم ریخت به هم. همیشه وقتی از یه چیزی سر در نمیارم اینطوری میشم. کمپلت قاطی کردم. شوکت دوباره پرسید قبوله؟ داد زدم نه قبول نیست، اصلاً هم قبول نیست. خیلی مهربون پرسید چرا قبول نیست؟ جواب دادم چون من پاک گیج شدم. تا حالیم نشه چی به چی و من این وسط چی کارم هیچی قبول نیست. شوکت شد قند و عسل و با شیرین زبونی گفت خب این که دعوا نداره گل پسر، هر چی میخوای بپرس تا من روشنت کنم. یه خورده آروم شدم و گفتم اول از همه میخوام بدونم چرا فقط من میتونم ببینمت؟ فرق من با بقیه چیه؟ به تته پته و من افتاد. مثل شاگرد تنبلا که درس و نصف نیمه بلد باشن و بخوان با ماسمالی سر و ته موضوع هم بیارن گفت واقعیتش ماها به چشم آدمیزاد جماعت ناپیدا هستیم و ما رو نمیبینن جز بعضیاشون که یه جورایی با همون قوم و خیشن. اینکه چطور با هم قوم و خیش شدن برمیگرده به زمانای قدیم. توی مدرسه این قضیه رو درست و دقیق برامون توضیح داده بودن، اما من الان خب همه جزئیاتش یادم نیست. آخه بچگی‌ها یکم سر به هوا و بازی گوش بودم و حواسم خیلی به حرفای معلمان نبود. ذوق زده گفتم منم کله درس خوندن نداشتم، واسه همینم از راهنمایی به بعد دیگه نرفتم مدرسه. انگار از این مقایسه اصلاً خوشش نیومد، چون به روی خودش نیاورد، حرفمو شنید و صحبتشو ادامه داد. درست ریشه تاریخی پیوند و نسبت امثال تو رو با خودمون نمیدونم، اما من با یه نگاه میشناسمتون و محال اشتباه کنم. مثلا مطمئنم
تو 1 ماه گرفتگی روی شونه چپت داری، مگه نه؟ حسابی جا خوردم چون راست میگفت. خواستم بپرسم تو از کجا میدونی، اما مهلت نداد و گفت پدر و مادرتم والدین واقعیت نیستن. گفتم ننه و بابام خیلی کوچیک که بودم مردن. خاله ربابه منو بزرگ کرده. گفت این خاله ربابه هم که میگی خاله خودت نیست. یادم افتاد قاطی صحبت‌های در گوشی زنهای محل شنیده بودم که منو گذاشته بودن سر راه و چون خوشگل و توپل بودم و خاله ربابه هم بچه نداشت تصمیم گرفت منو بزرگ کنه. تا اون موقع این حرفا باورم نشده بود. شوکت حد زد که کم و بیش اعتمادم بهش جلب شده. گفت خب فردا میبینمت دیگه. حواسم جای دیگه بود و جوابشو ندادم. گفت بازم چیزی هست که بخوای ازم بپرسی؟ گفتم آدمایی که مثل من نیستن صدا تو هم نمیشنون. جواب داد نه نمیشنون. واسه اونا ماها اصلا وجود نداریم. هیچ جوری حضورمون رو حس نمی کنن. یه فکر دیگه به کلم اومد و تون گفتم من هنوز سر در نیاوردم. تو چطوری فهمیدی انگشتر رو من برداشتم؟ گفت بو کشیدم. قش کردم و خندیدم و گفتم آری کلا به تو. انگار بهش برخورده باشه اخم کرد و گفت نخند، جدی میگم. لقب من تیز شامه است، چون شامم 100 برابر از شامه سگ قوی تره. امروز دم صبح وقتی رسیدم به جنازه اون خدا بیامرز، از سر تا پاش بوی تو به مشامم خورد. به خصوص از اون انگشتی که انگشتر رو ازش در آورده بودی. رد تو گرفتم و بالاخره پیدات کردم. راستی تا یادم نرفته بذار یه چیزی بهت بگم. یه شیشه کوچولو از جیبش در آورد و گذاشت کف دستم. گفت هر وقت با هم کار داشتی یه قطره از این عطر به خودت بزن تا خبردار بشم و فوراً بیام سراغت. خوبیش اینه که هیچ آدمی زادی بوشو نمیفهمه. قبل اینکه بره به صورتم زل زد و گفت امیدوارم راست گفته باشی و انگشتر پیشت نباشه، وگرنه بد میبینی. از دور نگاش کردم. رسیده بود وسطای خیابون. نمیدونم چطور به فکرم رسید امتحان کنم ببینم واقعاً به چشم آدمای دیگه نمیاد. به خودم گفتم حرف راستو باید از بچه شنید. یه پسر 8-9 ساله چند قدم اونورتر داشت با یه کامیون پلاستیکی قلو سنگ و خاک بار میزد. رفتم طرفش. یه اسکناس 1000 نشونش دادم و گفتم اگه تونستی بگی لباس اون خانومه که ته خیابون داره میره چه رنگیه، اینو به جایزه میدم. خندید و گفت خر خودتی. اونجا اصلا خانوم نیست، ولی تابلوی ته خیابون آبی و قرمزه. حالا جایزمو بده. تا به خودم بجنبم 1000 و قاپ زد و رفت. توی دلم گفتم نوش جونت، خیالم راحت کردی. بعد یاد شکم گرسنم افتادم. دیگه حالش نبود تا میدون ولیعصر برم. راهی رو که با اتوبوس اومده بودم پیاده برگشتم و سر راه رفتم جگرسرای بهمن و 10 سیخ جیگر به نیش کشیدم که خیلی چسبید. بین کاسبای محل فقط از آقای صحاف خوشم میاد که اسم و شغلشم با هم جورن. گاهی وقتا میرم 2-3 ساعت پیشش میشینم، چون هم خیلی خوش صحبته، هم خیلی سواد و معلومات داره و همیشه حرفای جالب میزنه. همین که با هم مهربونه و تا بتونه به هم نصیحتای خوب میکنه. توی کار خودشم خیلی وارده و دیدم که از بالای شهر میان بهش سفارش میدن. اون روز عصر گفتم برم یه سری بهش بزنم،
چون یه ذره دلشوره داشتم و همیشه صحبتای آقای آصف آرومم میکنه. بازم مثل همیشه بهم گفت هر وقت فرصت کردم کتاب بخونم. راستش حوصله مطالعه ندارم، ولی از چیزایی که آقای صحاف تعریف میکنه خیلی خوشم میاد، به خصوص وقتی از اتفاقای تاریخی میگه. وسط صحبتاش پرسیدم به نظر شما از ما بهترون راستن؟ گفت واسه چی میپرسی؟ گفتم همینطوری میخوام بدونم. جواب داد راست و دروغشو نمیدونم، اما بهتر آدم به این چیزا فکر نکنه. وقتی از دکانش اومدم بیرون هوا گرگ و میش بود. هنوز 2-3 قدم نرفته بودم که از پشت سر صدای یه زن رو شنیدم که گفت کجا با این عجله آقا کمال؟ نترس، به کسی نمیگم جیب مردار رو خالی میکنی. سر جام خشکم زد. جرأت نکردم رومو برگردونم. زن نزدیکتر که رسید گفت خجالت نکش، نگام کن، از فامیلای اون مرحوم نیستم. اگه شوکت الملوک 20 سال گشنگی میکشید 0.5 متر به قدش اضافه میکرد و لنز مشکی میذاشت، شکل خانومی میشد که روبرون واسطه بود. گفت اسمم بهجت الملوکه، اما بهجت صدام میکنن. لقبم هم تیز چشمه، چون از 10 فرسخی همه چیزو میبینم. دیشب دیدم چطور انگشتر بلنیاس و کش رفتی. امروزم وقتی خواهرم اومده بود سراغت دیدمتون. بعدش از دور تو رو زیر نظر گرفتم تا بالاخره الان بهت رسیدم. نفسشو تازه کرد و یهو هول زده پرسید انگشتر رو بهش دادی؟ جواب دادم هنوز نه، چون پیش یکی از رفیقامه. گفت پس لابد قرار شده واسش ببری، مگه نه؟ چقدر قول داده بهت پول بده؟ گفتم 20 میلیون تومن طلا. با افاده گفت فقط 20 میلیون؟ من بهت 50 تا میدم. کی قراره ببینیش؟ فردا 10 صبح ساعت 8:30 انگشتر رو واسه من بیار، همینجا 50 میلیون دست خوش بگیر. موافقی؟ پایان قسمت دوم. اگه از این داستان خوشتون اومد و دوست دارین که ادامه داستان رو بشنوین، کانال ما رو سابسکرایب کنید. ممنون.